بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. بینندگان ارجمند، مسئله زن و حقوق زن از قضیه هایی است که در هر دور و زمان در هر جامعه مورد بحث و گفتگو قرار دارد و آنچه حقیقتی رد ناشدنی است این است که آن مقام و منزلت، آن شرافت، آن جایگاهی را که شریعت اسلام برای زن قائل است و بخشیده است، هیچ دین و هیچ رویه برای او این گونه حق و این گونه مقام و این گونه منزلت نداده است. هر کی با شریعت اسلام نه از زبان دشمنانش بلکه از سرچشمه های اصیل این دین آشنا شود و آموزد و شریعت و احکام آن را، اخلاق آن را در تصرف و کارهای مسلمان های واقعی بنگرد، خواهد دید که زن واقعا در دین اسلام جایگاه خیلی بلند دارد. قصه جایگاه و مقام زن در شریعت اسلام در مقایسه با مقام و جایگاه او و تاریخ او در دیگر دین و رویه ها البته موضوع دراز و برنامه های مستقل می‌خواهد که آینده پیشکش خواهیم کرد. اما حالا بیایید به یکی از حقوق زن که اسلام برای او بخشیده است بنگریم. آن حقی که شریعت برای زن و دختر عطا کرده است که در این برنامه می‌خواهیم با آن آشنا شویم، این حق انتخاب جفت خود است. به عباره دیگر شریعت اسلامی پدر یا برادر یا هر کسی دیگر را از پیوندان زن و دختر منع کرده است که او را به طور اجباری به کسی که دلش نمی‌خواهد خانه‌دار کنند. البته هر پدر و مادر، هر برادر، هر عضو عائله می‌توانند دخترشان را، خواهرشان را مشورت دهند، البته زیان و سودی انتخابش را برایش توضیح دهند و اگر ببینن انتخابش یقینا انتخابی غلط است، به هر راهی میتوانند او را از افتیدن در این چاه دائمی زندگی باز دارند. و حقیقت این است که جوان دختر در سن قدم نهادن به زندگی مستقلانه و انتخاب جفت، حالا که عقلش رشد نکرده، به کمال نرسیده، انتخاب والدین و خاندانش برایش بی خطرتر است البته. و در بسیار حالت ها من و شما مشاهده کرده ایم که دختر به آن انتخابی که خاندانش که کسی اصیل زاده و خوش اخلاق و دینداری را انتخاب کردن در آغاز میل ندارد، اما چون عائله بنیاد می گردد جفت ها با هم می شوند، محبت ها پیدا می شود و زندگی خوش و با سعادت با هم می گذرانند. در این صورت هم رضاگی و دعای پدر و مادر حاصل می گردد، هم خوشبختی زندگی. یعنی بحث سر این حالت ها نیست، بلکه سخن در مورد حالت می رود که پدر یا برادر دخترشان را یا خواهرشان را به کسی که اصلا سزاوار نیست، شایسته نیست، در آن جوان دیانت یا اخلاق خاصه نیست ندیدن، بلکه به مقصدهایی که خودشان دارند با وزیر، با کبیر، با یک توانگر باید قدا شوند، دخترشان را به اجبار به آن کس خانه‌دار میکنند. برای آنها قلب دختر، میل و رغبت دختر مهم نیست، بلکه مهم این است که آنها با فلانی قدا شوند و برای این هدفشون این دختر را وسیله رسیدن به این مقصدشون قرار میدهند که شریعت مقام زن را بلند کرده، نگذاشته که وسیله چون این کارها قرار گیرد. بنابراین تماشابینان گرامی، فقهای اسلام پرسیدن دختر را واجب شرعی می‌دانند که پدر یا برادر یا هر کسی دیگر که امر ازدواج آن را به عهده دارد واجب گفتند که نظر دختر پرسیده شود، رضاگی دختر اعتبار داده شود. بیایید به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بنگریم که این قضیه را بررسی می‌کند. امام نسائی و امام احمد حنبل از مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت کردند که دختری به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکایت آمد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چون این کسی نبودند که در قصر زندگی داشته باشند و در در قصر دربان‌هایی باشد که رسیدن به آن خیلی دشوار باشد، بلکه شخصی بودند که مردم به آسانی به نزد ایشان می رسیدند، در شکایت خود را می کردند. حتی پیرزن در کوچه می توانست ایشان را منع کند، در زیر گرمی آفتاب وقت ایشان را بگیرد و سوالش را از ایشان بپرسد. با مردم بودند، به مردم نزدیک بودند، خاکسار و فروتن بودند. اینجا اون دختر نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد به شکایت و گله گفت: یا رسول الله، ان ابی زوجنی ابن اخیه لیرفع بی خصیصته. ای فرستاده خدا، پدرم مرا مجبور به پسری برادرش خانه‌دار کرده تا به وسیله من، به سبب این ازدواج من،
آبروی خودش را بلند برد. در روایت آمده که برادرش دارنده بوده. به هر مقصدی که پدر در نظر گرفته دختر را بدون اینکه بپرسد، بدون اینکه راضی باشد، به پسری برادر خود ازدواج کنند. فجعل النبی صلی الله علیه و سلم الامر الیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم اختیار را به دست دختر دادند. گفتن دختر تو خودت انتخاب کن. اگر خواهی به این ازدواجی که پدر برایت انتخاب کرده راضی شوی، زندگی کن، و اگر نخواهی حق داری رد کنی. اختیار به دست توست. یعنی این دختر پذیرفت انتخاب پدرش را که پسری برادرش را برایش شوهر انتخاب کرده بود، قبول کرد، گفت راضی هستم، زندگی خواهم کرد. انی قد اجزت ما صنع ابی. ولی آمدنم پیش شما ای فرستاده خدا، و مقصد از این شکایت این بود که تا زنان دانند که در این مسئله هیچ کسی حق مجبور کردن را ندارد و زن حق دارد که خودش انتخاب کند. البته پدر و برادر آنگونه که قبلا اشاره کردیم حق دارند مشورت دهند، توصیه کنند، راهنمایی کنند. اما اگر دختر راضی نباشد، دلش میل آن کس را نداشته باشد، داد و فغان کند، در این صورت نباید پدر و برادر یا دیگران او را با راه مجبوری خانه دار کنند. پس از این حدیث برمی آید دوستان گرامی که شریعت اسلامی، شریعت آسمانی خداوند همه دین و رویه ها را سبقت کرده، برای زن اختیار داده، حقوق داده، زن را کاملا صاحب حقوق اعتراف کرده، صاحب مسئولیت می داند و هیچ کس را حق دخالت کردن و اجبار کردن او را نداده است. و امید سعادت و خوشبختی شما را در حفظ و پناه مولا می سپاریم تا برنامه های دیگر. خداوند یار و مددگارتان.